سلام، خوش اومدین به اپیزود 4 از پادکست رندومی. امیدوارم حالتون خوب باشه. این قسمت قراره یه خورده متفاوت بریم جلو، چون موضوعمون درباره شهرت بعد مرگ و خیلی همون میدونیم یعنی چی، خیلی دیدیم. به عنوان مثال شما یه فامیلی داری که سال به سال بهش سر نمیزنی، ولی خدا نکنه طرف بمیره. اونجا طرف میشه بهترین دوستت، بهترین فامیل. همه اون موقع دوستش دارن، همه شب خوابشو میبینن که توی جای سرسبز. خیلی دیدیم دیگه از این مورد. ولی متاسفانه ماها مرده پرستیم، یعنی همون فرد تا زمانی که زنده بود حتی جواب سلامش هم نمیدادیم، ولی بعد مرگش خلاصه موضوع این بخشمون یه خورده حرف دلتره، یه خورده دلیتره. میخوام راجع به کسانی حرف بزنم که شاید در طول زندگیشون به خاطر کارهایی که انجام دادن مسخره هم شدن، ولی خب بعد مرگ مردم تازه به خودشون میان و میفهمن این طرف کی بوده. ونسون ون گوگ نقاشی نابغه بود که تازه بعد مرگش شناخته شد. زندگیش مخلوطی از رنج و نبوغ و تنهایی بود. او متولد 30 مارس 1853 در روستای زوندرت هلند، فرزند کشیشی به نام تئودورس ون گوگ و مادرش آنا کورنلیا. دوران کودکیش آروم بود، اما نشونی از استعداد هنری در اون زمان دیده نمیشد. تا اواخر دهه دوم زندگیش نقاشی نمیکرد. اوایل به عنوان مبلغ مذهبی کار میکرد. در سالهای پایانی عمر به شدت به نقاشی روی آورد و بیشتر آثار مشهورش رو در 2 سال آخر زندگیش خلق کرد. سبک او پس امبرسیونیسم بود. رنگ‌های زنده، ضرب قلم‌های پرشور و احساس عمیق در آثارش موج می‌زدند. اگه بخوایم بگیم آثارش چیه، میتونیم به تابلوی شب پرستاره معروف، گل‌های آفتابگردون، سیب زمینی خورها، تراس کافه در شب و گندمزار با کلاغ‌ها از معروف‌ترین آثارش هستن که میتونیم بهشون اشاره کنیم. ون گوگ در طول زندگیش در فقر و انزوا و بیماری روانی زندگی کرد. رابطه نزدیکی با برادرش تئو داشت که همیشه حامیش بود. در 29 ژانویه 1890 در نزدیکی پاریس فرانسه در سن 37 سالگی درگذشت. علت مرگش خودکشی اعلام شد، هرچند برخی از منابع آن رو مورد تردید میدونن. ولی خب این کسی بود که امروزه نقاشیاشو میپرستن، ولی خب دیگه صاحب اثر نیست که ببینه، به دردش نمیخوره. حالا تو 100 فن ون گوگ باش، چه فایده؟ نفر بعدی که میخوام براتون مثال بزنم یه خواننده‌ایه که نمیگیم خیلی معروف نبود، ولی بعد مرگش معروفیتش خیلی بیشتر شد. خیلی مرتضی پاشایی، خواننده‌ای که با صدای خاص و ترانه‌های احساسیش دل میلیون‌ها ایرانی رو برد. پس از مرگش به یکی از نمادهای موسیقی پاپ ایران تبدیل شد. او زاده 20 مرداد 1363 محله صادقیه تهران در خانواده 4 نفره بزرگ شد. پدرش اهل همدان بود. از کودکی به موسیقی علاقه داشت و در دوران مدرسه در تئاتر هم بازی می‌کرد. مرتضی موسیقی رو از 13 سالگی با گیتار شروع کرد و از سال 1388 به طور حرفه‌ای فعالیتش رو آغاز کرد و قطعاتش رو به صورت اینترنتی منتشر کرد. در پاییز 1391 با آلبوم یکی هست به شهرت رسید. آلبومی با 12 قطعه که خودش آهنگسازی و تنظیم بیشتر قطعات رو انجام داده بود. و در آخر سال 1393 به سرطان معده مبتلا شد و پس از ماه‌ها مبارزه در 23 آبان 1393 در سن 30 سالگی درگذشت. مراسم تشییع با حضور هزاران نفر در تهران برگزار شد. صحنه‌هایی که نشان داد چقدر محبوب دلها شده. من خودم اون روزا رو یادمه. واقعا بعد مرگش نه تنها معروفیت وحشتناکی پیدا کرد، بلکه محبوبیت عجیبی هم به همراهش بود. یادمه پسر عموم تیپ اونو میزد، عینک میذاشت، قشنگ عین خود مرتضی پاشایی، کلاه میذاشت و آهنگاشو میخوند. یکی از دوستان من با آهنگاش گریه میکرد.
نمیدونم تو اون سن چی دیده که گریه میکرده تو آهنگاش، ولی خب من فقط یادم آهنگشو میخوندم. به هر حال خدا بیامرزتش، من که زیاد نمیشناختمش، ولی خب واقعا خاطره ها ساخت و رفت. آره دیگه اینطوریه، آدمیزاد همینه، به آه و دمی بسته است. واقعا تو دلم بود یه جا بیام درباره این موضوع حرف بزنم، چون واقعا یکی از عقده های فکریم بود که چرا وقتی یکی هست برات مهم نیست و همون فرد وقتی نباشه برای همه دوست داشتنی میشه. آقا آدم تا زنده است نیاز داره دوست داشته بشه، تا هست دلش توجه میخواد، تا هست باید با هم خاطره بسازیم، نه اینکه تا مرد همه برای کلاسش که شده بگن آره رفیق ما بود، آره چه خاطرهایی که با هم نداشتیم. واقعا چرا؟ ولی اینجا اقبال لاهوری خیلی قشنگ میگه: تا که بودیم و نبودیم کسی، کشت ما را غم بی هم نفسی. تا که رفتیم همه یار شدند، خفته ایم و همه بیدار شدند. قدر آینه بدانیم چو هست، نه در آن وقت که اقبال شکست، نه در آن وقت که اقبال شکست. خب این قسمتمون هم تموم شد و این آخرین قسمت از شهرت بود. در این مدت فهمیدیم که شهرت میتونه مفید باشه و در عین حال هم مضر. فهمیدیم یه عده تلاش کردن که به درجه شهرت برسن. فهمیدیم طبقه اجتماعی، بابای پولدار تأثیر داره ولی همه ماجرا نیست. در آخر فهمیدیم که انسان گاهی وقتا چقدر بیرحمه، خیلی بیرحمه. خب تا موضوع دیگه، تا اپیزود دیگری مراقب خودتون باشین. امیدوارم که این چند قسمتی که در مورد شهرت گذاشتم مفید باشه یا به دردتون بخوره. تا دوشنبه هفته بعد شما رو به خدا میسپارم و منتظر قسمت جدید و اپیزود جدید باشید. خدا نگهدارتون.